الان ما دیگه سوار اتوبوس الان شدیم، داریم میریم سمت کجا داریم میریم؟ داریم تو هوای 13 درجه میریم اسکی، گرمترین روز زمستون سال 2025 13 درجه. هر که دارد توی شوق آب و گلی من دیده چرا تنها بمونم تو از راه میرسی پر از گردون و باد تموم انتظار میاد راست وفا خونه خودتونه یار گلم بیا بریم خونه خونه خودتونه یار گلم گلم یار گلم گل عزیز دلم یار گلم گلم یار گلم گل عزیز دلم یار گلم بیا کنارم ساقه بهاره رو پس مردم پولک ستاره دوباره شدم نیستن پیش تو خب خلاصه که ما الان داریم که بریم به سمت اسکی و الان یه ذره بارون گرفته و میگیم همون یه ذره برفی هم که بود اونم داره آب میشه. آقای گلفشان آقای گلفشان لطفاً دست بزنید. ساده بود دل کندن از اون همه خاطر برات الان خوبی بی من خوش میگذره آروم شبات توی دستای من گل نبود بود شد شیرین بود خنده ها زندگیم نود شد برش ننداز این تن بمیره من میگیرم منو آزاده با اهرام ثلاثه مثل یه حالیم بخوریم. ببین ما صبحونمون الان وایسادیم بخوریم بعد دیگه خلاصه که الان داره آماده میشه اونجا میزاش حلیم داریم و همه بچه ها یه سری وسیله آوردن برای که الان بشیم روی میزا. خیلی گشنمونه ازم کلی کار کشیدن. آقا خسرو خیلی سخت زحمت من واقعا نمیدونم تلاش میکنم اینجا فقط آسایش میزبان مسافران. آقا خسرو این چه وقته چیه؟ دست عصبانیم ببر دست عصبانیم بذار این باید بیا بود 2 ساعت واسه میخواد چیز بکنه تمیز کاترمو بیارم آشلیکتی میکنی اصلا من دیگه انگوش آزاده با انگوش بیا دیگه نگاه بیا آخرش هم همون شد بیا دیگه که خراب کرد دیگه نه من اینجا خوبه با یه انگوش حسودی کردی این چه خاویاره؟ مربای شقاق چیه؟ یعنی چی شقاق چیه؟ حلیمه با گوش نه با گوش بدون گوش قند چای قهوه مربای آپریکوز زردآلو آهن‌آلات نوش جان همگی خوشمزه است. اینجا بعضیا کادو میگیرن بعضیا به بقیه کادو میدن به ما کسی چیزی نمیده. باز شود دیده شود بلکه پسندیده شود باز شد دیده شد. چه خوشگله. ماه تولدته؟ نه شیره؟ خوشگله. جاسوسیه؟ از طلاه نه؟ طلاه 24 عیاره
خیلی خوشگله. مبارکه. آقا ما هنوز صبحونه تموم شده ولی هنوز اینجاییم. خسرو و شاهین کوچولو. ما دیگه داریم خدا قسمت کنه راه میافتیم و اسکی. بابا برفا آب شد. الان ببین جون بابا خودتو بلرزون بابا. جنتلمنه. خانومم عشق منه عشق منه. سلام، چطورین؟ خوبین؟ آقا ما رسیدیم. برف که چه عرض کنم، برف آفتاب زده، چیز شده، آفتاب زده، آب شده. کاپشن خریدم نیاوردم، عینک آفتابی نیاوردم، هیچ چیزی. من هم که خودم اومدم اسکی. بعد دیگه خلاصه یکی عینک بهم داد، یکی کاپشن بهم داد تا اوکی شد و تونستم جمع و جور کنم و بیام. دقیقاً ما اومدیم عکس بگیریم. که خلاصه که من شما رو نمیبینم ولی شما منو میبینید. من دیگه شما رو نمیبینم. ما الان اومدیم کسایی که میخوان از این چوب اسکیا بگیرن، کسایی که مثل ما نمیخوان ما اول که گم کرده بودیم اصلا نمی‌دونستیم کجا باید بریم. هوا خیلی خوبه ولی برفش خیلی مسخره است، آب شده است. ما از این سورتما گرفتیم، اصلا انقدر تیکه تیکه شدیم. اون ور یه سریان، این ور یه سریان. ما اینو گرفتیم، الان داریم میریم اون ور سر بخوریم به خاطر اینکه این ور اینا میرن بالا و برای اسکیه میرن بالا و بعد سر میخورم میام پایین. بچه تینا دختر داییم اولین بار اینو سوار میشه، بعد دیگه شاهین رو داییم شاهین رو داییم دستاشو گرفتن. تینا خیلی حرفه‌ای بلدی ولی خیلی ایول. عینک تو بزن که برف نره تو چشات. لا بچه‌های ما هم همینطور یکی یکی دارن سر میخورن. با این خیلی بده. اوه این شوت شد یا خدا. با اینا دارن صدای اعظم نیافتی اعظم بگی. من هر دفعه که دارم ویدیو میگیرم یه عینک رو چشمه. ببین انقدر هوا بادی شده گرمه ها، ولی باد میاد، باد خیلی اذیت میکنه. خلاصه که من یه بار سر خوردم ولی تنهایی نتونستم، با دوستم که از دوستامون سر خوردم. الان این میخوام تنها بشینم ببینم میتونم یا نمیتونم. آفرین تینا، آفرین. مراقب باش. ایول. من خیلی کم خوابیدم دیشب، نتونستم اصلا بخوابم و یهو بدنم کم آورد. رفتیم یه آبجو خوردیم، بعد یهو بدنم خیلی کم آورد. الانم واقعا سردمه و خیلی خوابم میاد، ولی مطمئنم که به خاطر گشنگی و به خاطر چیز بوده. چرا میخندی؟
خیلی خوش گذشته بود، دست در نکنه. بازم از این سفرها دیگه. خلاصه که از اینجا شروع میکنیم راه میافتیم میریم خونه. اونا هم که دارن الان پشت من واسه خودشون میرقصن، دلشون خوشه. آهنگم که تموم نمیشه، یعنی آهنگ کردی شروع میشه دیگه تموم نمیشه. همه زک خوردن. همه سلامتی، همه مستا. یه فقط فیلم بردار مسته. حالا بشی پاشو. آقا خوشو برو پایین بیا بالا. سخته دیگه من فقط ما ایرانی ها میتونیم بیایم بین 2 تا اتوبوس. وقتی منظره این شکلی داریم واسه نشون بدم منظره که دیدیم. وقتی همچین منظره ای داریم میایم بین 2 تا اتوبوس که هیچی نمیبینی، این ورش ساختمون این ورش به حرف کثیف، نیبای میسی اینجا میرقصیم. یعنی ایرانی ها بهشون یه جای کوچیک بده دلشون خوشه. آقا من گوشیم خاموش شده و یادم اومد که دوربینم رو آوردم با خودم. یه امروز هم تموم شد، داریم الان برمیگردیم سمت خونه. یه 3-4 ساعتی الان قراره که توی راه باشیم، داغونیم. دیشب ما همه اومدیم اینجا موندیم، بعد چیز خوردیم دیگه، همه حالا یه ویدیو هست میذارم. بعد غذا اینجا خوردیم هرچی مونده بود اینا. الان صبح شده. بعد اینجا پیلاتس گذاشتیم. پیلاتس الان تو این برنامه من به عنوان صرف صبحونه یه دونه پیلاتس هم مامانم گذاشته. همه آرام شد.